مسلمانی حتما باید ولیمه داشته باشد، حتما کمی در آنجا خوشحالی باشد، یعنی زنها بین خود خرسندی کنند، حتما باید مهر باشد، کمی هدیه یا دعا برای داماد و عروس باشد. اما امروزه توی‌هایی که و حتی عائله‌های مسلمان، پدر و مادر دیندار، مگنیتوفون میمونند یا سرودی از تلفن میمونند یا چیزی دیگر، با صدای بلند رقص و بازی زنها بین خود میکنند و گویا عروس سطردار در بین زنها او هم میرقصد و هزار یک رنگ دارد، سپس آن را نوار میکنند، عکس میگیرند، این طرف و اون طرف میفرستند. این نشان دادن زینت است و عیب است برای زن مسلمان. سبحان الله. و یک جهت اگر گفتیم نه اجازت است، در 4 مذهب رقصیدن زنها مکروه است. دخترچه های معده را میگن رقصیدنش با که ندارد، اما آن هم با دایره است، نه با مزمار شیطان یا آن سرودهای عاشقانه و هزار یک